من بارها در جلسات گفتم تابلوی وزارت نیرو باید عوض بشه. تابلوی وزارت نیرو باید بشه تابلوی وزارت نیروی استان اصفهان. کل وزارت نیروی کشور در اختیار اصفهان هست. اینجا یکی از سرچشمه‌های رودخانه بزرگ مارون هستش در منطقه موگرمون شهرستان لنده. واقعا ما در مرکز استان خودمون امروز با اینکه 10% منابع آبی کشور را داریم دچار تنش آبی هستیم. یعنی آبش هم برای ما مهمه.